عزیزان، زندگی چند روزی بیش نیست. روزی حال ما خوبه، روزی حال برادر ما. یک روزی طبق میل ما میگذرد، یک روزی هم طبق میل عزیز دیگری و فقط کافیه که در این میان به الله باور بکنیم، به او تکیه بکنیم، او را بخواهیم، او را بخوانیم. وقتی ارتباطمون با الله خوب باشه، در مقابل روز خوب میگوییم الحمدلله، در مقابل روز بد هم میگوییم الحمدلله. چون همه چیز از جانب الله و هر چیزی که از جانب الله باشه خوبه، چه کم باشه چه زیاد، چه طبق میل ما باشد چه طبق میل ما نباشد. ولی اصل در این میان اینه که خودمون را به الله بسپاریم، به او توکل بکنیم، چون الله برای همه چیز و همه کس کافی است. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. خداوند بندگان متوکلش را در نیم راه رها نمی کند رنج ببرند.